یه باور اشتباه حقوقی که بین مردم رایجه این هست که میگن شهادت اقوام درجه 1 توی دادگاه قبول نمیشه. این حرف کاملا غلطه. با اینکه همیشه شنیدیم که شهادت خانواده نزدیک مثل پدر، مادر یا خواهر و برادر قابل قبول نیست، ولی قانون نظر دیگه ای داره. طبق قانون آیین دادرسی کیفری توی تبصره ماده 322 به صراحت گفته شده که رابطه خادم و مخدومی یا نسبت فامیلی چه سببی یا نسبی هیچ وقت باعث نمیشه شهادت شرعی رد بشه. یعنی چی؟ یعنی شهادت اقوام درجه 1 توی دادگاه نه تنها قابل قبول هست، بلکه طبق قانون هیچ مانعی نداره. پس بهتره این باور اشتباه رو کنار بگذاریم.